حاج آقا ببخشید یه سوال دارم، چالش خرد و آگاهیه. شما ایرانی هستی یا پارسی؟ چرا؟ شما ایرانی هستی یا پارسی؟ آره. چرا؟ شما بیا داداش یه لحظه کارت دارم. بابا یه سواله داداش. شهدای ما الکی نرفتن. بیا اینجا یه سوال منو جواب بده مشتی. مشکل قانونی داره. مشکل قانونی نداره. من دارید از من فیلم میگیرید. داداش چالش خرد و آگاهیه. مشکل نداره. شکایت خرد و آگاهی. من دارم تصویر خودم هم میگیرم. شکایت بدیهیات عقلیه. شما باید با اجازه طرفین مکالمه خرد درسته. آگاهی داره. خرد و آگاهی میگه که شما باید اجازه بگیرید. خب یه سوال منو جواب بده. سوالتو مطرح کن. آقا شما ایرانی هستی یا پارسی؟ تمام. فرقش در چیه؟ چرا؟ چرا خودتون نمیدونید؟ فرض نمیدونم. رفیق دوره رضاخان کشور ما پارس بوده اسمش، عوضش کردن. دوره رضاخان عوضش کردن شده سرزمین ایران، قبلش پارس بوده. من پدرم به خاطر این داستان شهید شده. نمیتونم وایستم. شما میگی فیلم نگیر. حالا ایران خطابش کنیم ایراد داره مثلا؟ بله. ایران یعنی 90 سال قدمت داره. نه 90 سال. چرا؟ با هزاران سال سرزمینش خیلی فرقش در چیه؟ تمدن هزاران ساله. تمدن هزاران سال. چرا قطعش کنم؟ چرا میترسید شما؟ مگه من دوست نداریم. چرا دوست ندارید؟ بابا مگه شما تو این مملکت زندگی نمی‌کنید؟ خرد شما قائل به اختیار نیست. ببین شما الان داری تو این کشور زندگی میکنی. خب من دارم فیلم خودم هم میگیرم. اگه مشکل داشته باشه خدا پدرتو بیامرزه. اگه مشکل داشته باشه اول دارم من مشکل دارم. دلیل ما نمیخوایم من هر کاری بکنم فیلم خودم. مگه این سوال آها پس این سوال من شما صحبت از ایران باستان میکنید درسته؟ خالق سوال من چه ایرادی داره که شما میترسید؟ اگه بخوام نبذمش صحبت کنیم من تشکیلاتون بیرون. بیا من جوابتون بیا. آقا من دارم میگم این چه سوالیه که شما جوابش نمیدین یا مثلا مقاومت میکنید. میگم آقا ما ایرانی یا پارسی؟ ما ایرانی هستیم. چرا ایرانی هستیم؟ هستیم دیگه. خب من دارم ایرانی پارسی نه. رضا شاه اصلا صحبت رضا شاه مرد تموم شد. خدا پدرتو بیامرزه. همون اسم کشور منو عوض کرده. نه خیر. 1314 همین الان میخوای تو گوگل بزنم نشونت بدم. حالا پارسی باشه چیکار؟ همین الان میخوای چه اثری داره پارسی باشه یا ایرانی باشه؟ آره. الان کشور منو میخوان تجزیهش کنن. نه هیچ کس که گو میخوره کسی تجزیه. گو خورده همشون هم انگلیس، فرانسه، آلمان هر کی. اینقدر ببین اینقدر جوانمرد و شیرمرد تو مملکت همونم. نه اگه بودی این حرفو نمیزدی. چی؟ این حرفو نمیزدی. من دقیقاً ببین وقتی میگی ایران گو میخورن تجزیه بکنن. حرف منو گوش کن یا علی. میخورن تجزیه بکنن. اولین نفر من خودم میرم. تمام این جونان واسه انقلاب برای ایران فدا شده. گو میخورن تجزیه. آمریکا و همه اینا گو میخورن. خب من جوابتو دادم. وقتی میگی ایران خب مثل یه بدنه که دست و پاشو قطع کرده. مثل کله‌ش هم دریای خزر بردن. وقتی میگی سرزمین فارس اینا رو همه رو من سوال بپرسید. آقا برای چی؟ میخواید احمد نماز میخونه دارو بیدار میکنه. داداش من میگم سرزمین پارس یعنی اون پارس نه ما پارس نداریم ایرانه. کوروش وقتی میگی ایران یعنی یه تیکه انقدی انقدر کوروش موروش ما نمیشناسیم. برای چی نشناسیم؟ سوال نمیتونین جواب بدید. داداش شما رفیق شما ایرانی هستی یا پارسی؟ پارسم نیست. نه پارس. نه این چه حرفیه داداش؟ دوره رضا شاه دارم میگم 90 ساله. خب دوره رضا شاه اسم ایرانو گذاشتن روش وگرنه پارس بوده. ریدم تو رون رضا شاه.
شما جرئت ندارین یه سوال جواب بدید. جواب تو دارم خودت فهم. جواب آخه شما خرد و آگاهی داری. آگاهی تو چی چقدر آگاهی داری تو؟ چقدر سواد داری؟ من سیک ناقصم ولی همین دلم برای وطنم داره می‌سوزه. میخوان ایران رو تجزیه کنن، شما دست به دست هم گذاشتین هیچ کاری نمی‌کنی. تمام. اگه ارزه داری نذار تجزیه کن. ارزه دارم، خایه دارم، اندازه پیکنیک، همه هر موقع هم تقی به تقی بخوره همه کار میکنم. یا علی زنده باد سرزمین فارس، زنده باد امپراتوری، کوروش، کبیر. باید کشور دوباره به اون ابهت و باید کشور به اون ابهت و عظمت برگرده. ما میخوایم سرزمین پارس رو بیاریم، فهمیدی؟ پوش نده احترام سن تو دارم ها، اعصاب منو داری به هم میریزی. احترامت واجبه، دارم میگم فوش نده. خرد و آگاهی، شما خرد و آگاهی داری فوش میدی به کشوره. برای چی فوش میدی به کشوره؟ الان ما جربند کنیم خوب میشه. به سرزمینت داری فوش میدی، بعد میگی من میرم فلان میکنم. به قرآن اگه شما خرد و آگاهی داشته باشین هیچی نیستین شما. هشتگ میلاباد امپراتوری ریستارت. اینا به این حرفا نمیخورن، اصلا به خرد و آگاهی نمیخورن. دیدی که به کشور خودش داره فوش میده. خاک تو سرتون، مثل سگ میترسید خائنا. درود بر ریستارت. هشتگ میگاماگا. زنده باد امپراتوری ریستارت، امپراتوری کوروش کبیر. ما ایرانی نیستیم، ما پارسی هستیم. همشون میگن ما ایرانیم. اصلا مغز ندارن اینا.